یه توصیه بازیکن حرفه‌ای که تو تمرینات لااقل از این حرکت‌ها نزنن. این از ابراهیم آفالای. و حرکت بعدی هم آریان روبن این شکلی میزنه تو تمرین. اما ولای هفتمون مال وسلی اسنایدره. اون ول اول، اینم ول دوم تو 2 دقیقه 2 تا پشت هم. اینو گلشو نمیدونیم چی بوده، ولی هر چی بوده این خوشحالی رو نداشته. این خوشحالی مال فوتبال نیست. این خوشحالی ولی مال فوتباله، منتها داوره انگار مشکل داشت با این خوشحالیه و اخطار داد و اخراج کرد اینسان کاوانی رو. نمیدونم فکر کرد تفنگ واقعیه تو محل داورشون. اینا این حرکت زشتی بوده. اما فوتسال هم داریم این هفته. چند تا تصویر جالب از فوتسال رو ببینیم. فالکاو که با شونش ببینید چی کار میکنه تیم حریفو. شونه به نوعی خودش یه پاه. یعنی از لیگ فوتسال کویت راضی باشید به نظرم. من به جای شما بودم راضی میبودم. یه کارهایی هست عواقبش رو میبینید. یعنی امروز نبینید فردا میبینید، فردا نبینید دیگه پس فردا قطعا نکنید این کارو رو. چه کاریه؟ بغل پا بزن بر تو گل دیگه. شخصیت افراد که نباید بازی کرد. ببینید گلرها درسته که گلرن، ولی این صحنه هم نشون میده که گلرها همشون اینجوری هن. یعنی توپی که با دست میشد در بیاری. ببینید اما یه بخشی هم این هفته داریم به اسم رفتن دنبال سرنوشت یا برو دنبال سرنوشتت. این اولی بود که رفت دنبال سرنوشتش. اینم دومی بود که الان از وضعیتش خبر موثقی در دسترس نیست. و البته تو فوتبال محلات از اینجور حرکت‌های روحی روانی هم میزنن. یعنی قطعا راضی بودید از حرکت دوستمون در محلات اسکاندیناوی. منتها تو فوتبال محلات شما اگه از این حرکت‌ها بزنی، از این حرکت‌ها روت میزنن. ساق شکست. در ادامه حرکات روحی روانیمون و جلسات روانشناختیمون این دفعه یه لایه هم انتخاب کردیم. ما با هم دیدید دوستمون لب خط زد. اینجا رو داشته باشید که لایه دوم رو میزنه. یعنی صدا کشیده شدن لاستیکای دوستمون رو شنیدید دیگه. دستی رو کشید، پنالتی رو گرفت. تو این زمین بازی کردن اضافاً ترمز ABS و زنجیر چرخ میطلبه. تو همون زمینای گل و شل هم ولی نگاه کنید چجوری تکنیکشون رو نشون میدن. یعنی بعضیا آب ندیدن و الا لایزنای ماهری هن. و لیگ داریم که این توش خطا نیست. نمیدونم ما خیلی نازک نارنجی هستیم، اینا خیلی چیزن. بعضی وقتا هم شما میای که جلسه روحی روانی برگزار کنی، خودت مورد جلسه روحی روانی قرار میگیری. اینجاست میگن بعضی از کسایی که تو کار روانکاوی و روانشناسی هستن خودشون هم بعضی اوقات البته به ندرت مشکلات این شکلی دارن. یکی از آپشنایی که فلینی داره اینه که به شعاع چند سانتی متری طرف نزدیک میشه لمسش میکنه. یعنی میتونه بدون برخورد با طرف لمسش کنه. موجودی که در تصاویر ملاحظه میکنید انسان راول مرلش هست، هافک تیم ملی پرتغال و بهترین هافک فصل گذشته لیگ ترکیه. یعنی میگن زد از استادیوم خارج شد، این واقعا دیگه زد از استادیوم خارج شد. خونه همسایه و اینطورا. مغز طلایی هفته میرسه به این دوستمون. این مال موقعی که شما یک کاری تو زندگی کردی میای آخر جبران کنی، نمیشه. هر کاری کرد درست کنه بنالتی رو نشد.
چی کار میکنی؟ استارت رو اول ببینید. شاید فکر کنید مثلا مهاجم حریف تک به تک شده، ولی نه، این شروع دعوای خیلی بزرگه. این طرف زردم که اومد سبز رو بزنه، اشتباهی گلر خودشونو زد. یه بار دیگه اینجا رو ببینید. داورا هم که خیلی سریع رختکن رو برقرار ترجیح دادن و رفتن تا تو ادامه این دعوا نباشن. اینا که میبینید تیم میهمان بودن، تیم میزبان بهشون برانکارد هم نداد که لااقل مجروحاشون رو اینجوری ببرن بیرون. به حال دوستی آرژانتینی. ما باور کنید که آرزومونه که از این صحنه‌ها پیش نیاد تو دنیای فوتبال، منتها همونطور که میبینید هست و ما هم تو این بخش وظیفه‌مون اینه که مگه جنگ‌ها رو تقدیمتون بکنیم. اما برای بخش برید و راضی باشید، آقای بیلسا رو در نظر گرفتیم راضی باشید، یعنی از اون دوستمون بیشتر راضی باشید که اومد این لیوانه رو گذاشت تو کلمن. خوش بگذره بهتون.